ای بدبخت، زن یک کس دست درازی میکنی، دختر یک کس درازی میکنی، ایاد نبرو زن دختر تا دست درازی میکنن، اولاد تا میکنن، اولاد زناکار زنا میکنن. من 8 سال گفتم امروز خبرایی میشنوی که زن شودار با بچه همسایه رابطه داره. 3 طلاق قد زندگی کردیسن، بعد فسق و فساد نمیشوه. شرمنده باد همون فرزند، همون جوان، همون مسلمانی که فردای قیامت در زیر بیرق زیناکارا سر میبردارد. به خدا قسم عمر شما بسیار کوتاه است. شما شرمنده میشین. شما به همین یک چهره خجالتی خودتان، با چشمهای همین شکسته خودتان به طرف رسول اکرم نظر کردن نمیتونین. حرام با چهره شما به سوی پیغمبر. پیغمبر نظر رحمت هم به سوی شما نمیکند. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که در جاده شرع پیغمبر است. پیغمبر هم کسی را شفاعت میکند که طبق حدیث پیغمبر خدا رفتار میکند. شما نماز میخوانید، زنا را میکنید، نماز میخوانید، عرقخوری میکنید، نماز میخوانید، تویهای فساد میکنید، پس فردا باز طلب شفاعت کردن این خودش عیب است. در یک انسان خیانت کو، پس آن برای یاردم طلب کنید. این چی معنی داره؟ شخصی که زنا کرد احتیاط کنه، بفهمه که خبر پیامبر صادق است. این گپ یگان مخلوق نیست که بگوی مقصد رو شباهت کنم ای خودش گفته است. پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا، هیچ گپ از پیش خودش نگفته است. حضرت میگه عف نساء الناس تعف نساء، عفت زنهای مردم را بداره تا عفت زنهای شما را بداره. همه آدمای زناکار همه بلا به سرشون میآید. شخص زنا میکنه یا آخر الامر به زنش زنا میکنه، یا به خواهرش زنا میکنه، یا به دخترش زنا میکنه، یا به نویرش زنا میکنه. علاج نداره که نبینه. و نکوب داری مردمت و نکوبن درد. امیره همین ابلهان نمیفهمن. بسیار جدیه همین مسئله. اما کسی که همین کار را میکنه همیشه به سرش میگیره. زنا دین است، قرض است که اگر آن را از ناموس دیگران قرض گرفتی، حواست باشد که پرداخت اون قرض و ادای اون دین چه بسا از خانواده خودت باشد. حواست باشد. الجزاء من جنس العمل. وقتی انسان به ناموس دیگران دست درازی بکند، جزایش این است که به ناموس خودش هم دست درازی. از همه کاری بد نورالله جان زنا. زنا آدم به فقر میاره، به عزت میکنه، به آبرو میکنه، پشت پس در میکنه. بزرگای ما میگفتن که بچم پهلوانی زخته را نگاه نکن، این کسرتیش میزنه، به اقبال میکنه آدم. هم خیلی از سوالی که ما مشق میکردیم میگفت پهلوان تو اصلا به سری زنی نامحرم نگاه نکن، پهلوان شوخی نکن. پهلوان اینقدر چی بود که حتی همین گوشتینگیرو را چیزا را دورایی که یکای سیمومی نوامش میکردن همین را میبردن در کش شاگردا را درس میدادن، میگفتن که همین زنکا خط ارتباط نکنن، خونران میرفتن در یک کو پشت چی میکردن که عزت زنا را خداوند تبارک و تعالی گفته شما نزدیک زنا نشید، کاری بده. هر کسی که زنا میکنه زنا 3 بلا داره. زناگر هیچ وقت بای نمیشوه. از زناگر همه نورالله جان میترسن، اکد میترسن که این بدبخت اینقدر حرامه شاید زنی مرا بچه‌شون بر نگاه کنه. خونه جورت میره، جورت میترسه. مردم بدونن که تا خیلی با قول معروف خیلی زنک بازی همه ایت عیب میگیرن. همه ایت چی میشه که خدا نشانات نمیگه که بسیار آدمی چیه. اعتماد آدم پس میشه، به عزت و به آبرو میشه. تمام انسانایی را که من میدونم که همش اتوریته بودن، عزت داشتن، بالا بودن، نونشون در روغن بود، بهترین ماشینا را داشتن، بهترین بیزنس داشتن، اومدن بانونی گدایی زدن، آخر دا اومدن ایره مرکه بیریشن. وقتی زندگیشون انالیز میکنی زنا زیاد کرد. هم خیاسته زنا با یک بدبختی دیگه داره که آدم جوان مرگ میبره. آدمی که زنا میکنه یوش میبره، ایاد نمیبره، برکت نداره. و همین خاطر قدرت داری زن بگی، زن با قدرت داشته باشی، زنی دیگه بگی نه که زنا نکن. زنا بسیار چیزی بده. جوانا هم خیلی کوشش کنه که زنا زرین چشم کم میکنه. زنا مریضایی که در پوست خاروش میشه، مریضای سپید و سیفلیس و هر خیلی مریضایی کسی که اروسا میگن نیدلیچی می او را لیچه نکده نمیشه. همین چیزی را که خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و گفت که خلاف پیغمبر هر کس را بگیرید هرگز به مقصد نخواهد رسید. پیغمبر معنیش کرده. سوره حشر در
باید تا که بسم الله الرحمن الرحیم میگه و ما اتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی را که پیامبر داده رو بگیرید، چیزی را گفت نکنین باید چیکار کنید؟ نکنین. دیگه بهانه نیارین. ایش میویا هیچی نمیکنه، این خیلی میوره، اسم میکنه، او همین انگور حرامه، وینو حرامه، سکر داره آدم مست میکنه حرامه بگوش. میخریش حرامه بگو بخروش. ای اوی انگور ای اوی نمیچه هیچی نمیکنه و همین چیزی حلال حرام گفتن کافر میشود. چیزی حرام حلال بگویی بگو همین بدبخت حرامه، همین بدبخت خدا دعا کنیم همین ما دور کنه خدا ما را. یکی خیلی که میگیره هیچی نمی اوی جوای ای اوی چیه همش نعمتی خدای بخشون در روایت میوان. خداوند اینقدر ناراحت میشه میگه چیزی را که من حرام کردم، چیزی را که پیغمبر من بود تو میخزی تو را چی میگینی؟ با همین خاطر این چیزا در سمتی و نره. من زنا بامرأة متزوجة كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الامه. جوانای عزیز، مادرای عزیز، خواهرایی که ندای من میشنوید، در بعضی اخبار آمده است شخصی که خواه مرد و خواه زن، این شخصی که زنا کند با زنی شوهردار، این زن شوهر دارد اما به این راهی فساد مبتلا گشته، شخصی به زنی شوهردار زنا کند، پروردگار بالای این مرد و این زن نصف عذاب این امت اسلام روز قیامت بار میکند. فإن الله سبحانه وتعالى يحكم زوجها على الزاني في حسناته. روز قیامت پروردگار شوهر این زن که از این کاری خانوش بیخبر بود، روز قیامت بالای این مرد زانی ده حاکم میگرداند. پروردگار میگه بنده من این ناکس در خانم تو خیانت کرد، در ناموس تو خیانت کرد، الان همه ثوابهای او در اختیار تو، ثوابهای مرد زناگار او شوهری زن میگیرد و گناههای او را در بالای این گناهاش بار میکنند، اینو در دوزخ سرنگون میپرتایند، به شرطی که این شوهر از رفتار خانمش خبر نداشته باشد. اما اگر شوهر باشد که از رفتار خانمش خبردار است، میداند که زنش به همین راهی فساد رفته ایستاده است، میداند که دخترش به همین راهی فساد رفته ایستاده است. معلاساس امروز بسیاری از ما مسلمانان میدانیم که خانمهامان یا دخترامان یا خواهرامان به این راهی افلاس رفته ایستادند، اما سکوت کرده ایستادیم. شاید این سخن من با بعضی ها سخت رسد، اما این حقیقت است. حضرت چی گفتن؟ اما اذا علم و سکت، اما دانه که خانومش به همین راهی بد رفت ایستاده است و سکوت کند چیزی نگوید، فقد حرم الله علیه الجنت. خدا برای این شوهر، برای این پدر جنت حرام گردانیده. برای چی؟ برای اینکه وقتی که پروردگار بهشت آفرید با همه زیبگی‌هاش، در پیشگاه طاق جنت نوشت یا جنة انت حرام علی الدیوس. ای جنت تو برای دیوس حرامی. دیوس کیست؟ الذی یقر سوء فی اهلی. شخصی که میدانه که خاندانش در خواه زنش خواه دخترش خواه خواهرش به همین راه افلاس میرود، اما سکوت میکنه، چیزی نمیگوید. یسکت ولا یغا، غیرت ندارد، ناموس ندارد. برای این تو مرد به ناموس عزیزان من جنت حرام است. وقتی که این مرد زانی یا این زن زانی را در روز قیامت در پیشگاه پروردگار حاضر می آورند، جوانای عزیز خیال نکنید که ما در شهرهای روسیه هستیم کسی از ما خبر ندارد. خیال نکنید که کسی این کاری ما را نمی داند. پروردگار همراه شما هست، ملائکه ها همراه شما هست، اعضاهای بدن شما بالای شما شاهد است، زمین در بالای شما شاهد است.
روز قیامت روز است که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما كانوا یعملون. خدا زبانها را مهر میزند، اما دستای شما، پاهای شما، بالای شما ده شاهدی میتید. شما خیال نکنید که این کردار ما پوشیده میموند. در پیشگاه خدا که محاکمه مرد زناگار و زن زناگار می شود، جنایت او بالاشتی که اثبات شد، پروردگار امر میکرده است ملائکه های معکل به دوزخ خذوه، این گیرید در دست و پای او زولان. این معیشت ایمان خدا از دست دهید. آه